الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله بسیار مهربان و بی نهایت بخشنده خواهان او هستم که توفیقهای ما را، محبتهای ما را، میلهای همه ما و شما را به سوی خودش و به سوی پیامبرش و به سوی کتابش و به سوی دینش زیاد بگرداند. و از الله مهربان همیشه دعاگو هستم که پدران ما و شما، مادران ما و شما که الحال زیر خاک هستند، خدا رحمت و مغفرتشون کند. آن پدر و مادرانی که حیات هستند، زنده هستند، خداوند دوام عمرشون خیر و نیک بگردانه. از خداوند بسیار مهربان دعاگوی او هستم که امروزها عبادت‌هایی را که انجام می‌دهیم دستگیری ما و شما در خانه قبر و روز قیامت ما بگرداند. فرزندکایی که داریم الله مهربان توفیقشان تی، هدایتشان کنی. از زمره فرزندان گردانی که از پشت ما دعاگو باشند، فرزندانی باشند که همچون یک صدقه جاریه برای ما باشد. الله مهربان دعاگو هستیم که بسیاری از بیماری هایی که امروز طلب شفا دارند الله مهربان شفای کامل شون نصیب گردانی. بندگانی داری که بعضی مشکلات های دارند مشکلات هاشون الله مهربان دور بگردان. بندگانی داری که امروز در آرزو و طلب فرزندند الله مهربان فرزندای صالح، فرزندای خوب و نیکشون نصیب گردانی. بعضی هاش دختر دارند طلبگاری بچه‌اند، بعضی هاش بچه دارند طلبگاری دخترند. الله مهربان خودت گفتی ادعونی استجب لکم، خواند مرا من اجابتتان میکنم. الله مهربان از این نعمت برخوردارشان بگردان. الله مهربان امروز که در این دیار ما، در این جمهوری ما، یکی از نعمت‌هایی که حقیقتاً کم انسان‌هایی یافت می‌شوند که این را شکرگزاریش به جا بیارند که این نعمت آسودگی و امن است، تنجی. الله مهربان همین تنجی که امروز داریم، همین آرامی که امروز داریم، خدایا همین را از ما نگیر، همین را بردوام در ما نگه بدار. و الله مهربان جمله ما مردم تاجیک توفیق نصیب بگردان، عقل برای ما نصیب بگردان که بر این نعمت آسودگی و آرامی همیشه شکرگزار باشیم. زیرا همه این مشکلاتی که اگر وجود داشته باشد برطرف شدنی هست،
زمانی که اگر آرامی باشد، زمانی که اگر آسودگی باشد. خدای مهربان، ما روزهای بی امنی را دیدگی هستیم، روزهای سرگردانی را دیدگی هستیم. خدای آن روزها را بالای مردم ما تکرار نگردان. الله مهربان، بر عمل ما نظر نکن، فقط بر رحمت خودت نظر کن. خدایا همه ما را شامل رحمتت بگردان. جمیع آن بندگانی که برای بهبود و آرامی و آبادی این کشور سهم دارند، زحمت میکشند، خدایا توفیقاشون رفیق کن و سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بگردان. مهاجرای ما، فرزندای ما که امروز دنبال ریسک روزی هستند، خدایا سفرهاشون را بخیر کن، سفرهاشون را مبارک گردان. خدایا حفظشون کن، با دستهای پر، با وقتی خوش به نزد اهل عیال و اولادشون خدای مهربان برسان. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز گرامی، خواهران بسیار عزیز و مهربان، الحال من چند سوال‌های در پیش دارم، برای شما در این سوال‌ها جواب می‌گردانم. یکی از سوال‌ها برادران عزیز از من سوال کردند که درباره همین مبلغ‌هایی را که ما از راه حرام به دست آوردیم، یعنی بعض نفرهای از راه حرام پول جمع کردند، ممکن $10,000، ممکن $50,000، ممکن زیاد، ممکن کم. آیا امروز مقصد فهمیدیم که هر نفری که اگر از راه حرام مبلغ جمع میکند و دست به حرام دارد، او را عبادتش قبول نیست، او را صدقش قبول نیست و برای او خدای مهربان وعید کردگی است. او را زمانی که از این دنیا میبره عذابش میتد که تو در دنیا حرام خور بودی، تو از راه حرام مقصد مبلغ جمع کردی. امروز وی فهمید که این گناه بوده است، درک کرد، اکنون میخواهد اصلاح شود. برادران عزیز، ما الله را سپاسگزاری میکنیم وقتی من میبینم یک نفری که بگذار عمرش در 40 و در 50 آمد، بعداً در گویم ذهنش یا در قلبش محبت نماز پیدا شد یا محبت مسجد رفتن پیدا شد یا گویم محبت حج کردن پیدا شد. ما اینها را باید ملامت نکنیم برادران عزیز. اینها را نگوییم که مقصد با این سخنهای درشتمان که تا دین را تو کی بودی، تا دین را تو چی بودی، امروز اگه تو آمدی و نو نماز خوان شده، نو مسجد رو شده، برای که این سخنها از این مردم تاجیک ما بگیم یک پرک دهنش میبراید. ما یک نفر برای مسجدی کردن، برای نماز خوان کردن، برای از راه زنا برگردانیدن، برای لقمه حلال یافتن، ما چند قدر سعی و تلاش میکنیم که او انسان از زمره آدمای صالح گردانیم، ولی نفرهایی که پیشتر وی میشناختند، اونها در حال
تا جایی که بگن ای الله را سپاسگزاریم که خداوند با این نعمت هدایت بر تو نصیب گردانید. این گپ‌های نیکمان ماندگی ما در حال مقصد طعنه هامان اگه تو دیگر 100 سال که نماز بخوانی ترا فایدت نمیکنه. ولی نمیدانی برادر عزیز که خاتمه کار خود چیه. اولو معلوم نیست که همون عبادت هایی را که تو کرده پیش الله قبول شده یا نشده. ولی را تو نمیدانی کو. برای همین برادران عزیز و گرامی، زبان از طعنی هر نفری که یک روز پیش از مرگش اگر به شرطی که به راه خدا، در راه خدا برای رضاگی الله وقتی قدم میزند، هر نفری که اگر همون ایمان کامل داشته باشد باید شکرگزاری کنه، او را بگیرد در بغل بگیرد، آغوشش بگیرد. شما آیا آگاهی ندارین که حضرت عمر حیات پیشترش چگونه بود؟ چقدر مسلمان ها را غم میداد، دقت میداد، حتی کار چه کشید. گفت اگر تا با این کار سر محمد اگر جدا نکنم، ایرا من در غلافش جای نمیکنم. وقتی که همین نفر هدایت یافت برادرای عزیز، که حتی وقتی میگه ابولهب آگاهی پیدا کرد که عمر اسلام قبول کرده است، میدانین چی گفت؟ گفت اگر گویند که خر مکه ایمان آورده است من باور میکنم، ولی عمر ایمان آورده است باور نمیکنم. برای که از حیات پیشتره او اینها آگاهی داشتند. لیکن عطای خداوندی، این هدایت الهی برادرای عزیز، وقتی صاحب شیافت، وقتی نفری را که الله مهربان برای او این نعمت کتیاد، دیگر وای نمیگد این کی باشد. و بعد وقتی که حضرت عمر پیش پیامبر گرامی آمد، آیا پیامبر گرامی گفت نه تو قابل قبول نیستی؟ حضرت برادرای عزیز استقبالش گرفت. میدانید استقبالش گرفت، در آغوش گرفتش، در حقش دعا کرد. امروز بین ما اکثری قصه های را که میاریم دیگر او را عمر نمیگیم، ما حضرت عمر میگیم. امروز بچه ها نام عمر میگذاریم. برای همین طعنه زدن برادر عزیز و گرامی، این کاری شیطان است. این کاری آدمانی بسیار گوییم بفهمی، آدمانی نه چندان بگیم عاقل و نه چندان آدمانی درک میکردگیان. وقتی برادر عزیز دهیه کلبی ایمان آورد، پیامبر گرامی را وقتی گفتند دهیه کلبی برای ایمان آوردن می آید، حضرت میگه ریدای مبارکش روی مالش حضرت ای بالای سر گرفت، پاینداز پرتاف که دهیه کلبی بر بالای او قدم زند. ولی دهیه کلبی پاش نگذاشت، روی مال برداشت، در دیده هاش مالید و پیامبر گرامی بعد دست برداشت در حق دهیه کلبی دعا کرد. برای همین برادران عزیز و گرامی، کسی را میبینین که امروز نمازش میخواند، کسی را میبینین که از مالش زکات میتید، کسی را میبینین که حج میرود، شما در راست او یگان سخن بیجا نگوین، شکرگزاری کنین الله را که خدا چی ذات بزرگی هست که تا دیروز این مرد به چی کار مشغول بود، امروز بی رو به سوی الله آورده است. شاعران میگفتن باز آ هر آنچه هستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ. این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز آ.
این است برادر عزیز دعوت. امروز ما با ملامت و با گپی سخن قبیح و با سخت گفتن این خدمت در دین نمی شود. الله مهربان در قرآن چی گفت؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. وقتی نفری را شما میخواهید که به خالقش نزدیک کنین، شما با علمهاتون و با سخنهای نیکتان اونها را به من نزدیک کنین. دیدین که کسایی که سخنی درشت میگن، سخنی سخت میگن، یگان نفری نیست که از سخنی اونها برادر عزیز عبرت بگیره و یا اینکه پیروی بر سخنی همو آدمی که سخنش درشت های، سخنش سخت های، پیروی ای سخنی وای کنه. نه برادر عزیز. برای همین نفری که مرا سوال داده است که من امروز یک مبلغی دارم که وای را از راه حرام جمع کردم، چگونه من همی را حلال کنم؟ وای نمی شود که گویم ممکن وای 100,000 دلار باشد، ممکن وای بیشتر هم باشد، ممکن وای 50,000 دلار باشد. اگر وای جمله این مبلغ ها را رفته یگان در آبادی یک راه، در یک مکتب، بینین اگر در یک گویم خرید کند یگان خوراکه برده مقصد در مردم هم که تقسیم کند، اگر چنده که در اینجا نیتی صدقه نمی کند برای که وای پول حرامه، این الله لا یقبل الا طیبه. پیامبر میگه خداوند قبول نمی کند تا از راه حلال اگر به اون نزدیک نشین. اگر میلیون در راه خدا که صرف کنیم حرام باشد، الله قبولش نمی کند، همچو صدقه قبولش نمی کند. اینجا در مقصد نیتی صدقه نمی کند و برای حاجت مردم برآمدن. اگر همو پولا را رفته خرید کرده و همش در مردم هم که تیاد، این هم یک راهی خلاصی ای حرامه. لیکن اگر گوید نه اکو من مقصد ای طرزش برای من قابل قبول نیست، پس دیگر فتواش همینه که به همون مقدار پول حرامی که دارد این پول در گردش میمونه، این پول در تجارت میمونه، این پول قطعی یک کس مقصد یگان مزاربه میکنه، خلاص همین پول در گردش میمونه در یک تجارت حلال. مثال اگر 10,000 دلار باشد، اگر فایده داد همین مبلغ 10,000 دلار در یک ماه میآورد، در یک سال میآورد، آیسته آیسته از درون همین پول همون 10,000 دلار میبراره. یعنی همچنانی که همون 10,000 دلار حرامه این آدم یعنی از داخل همین مبلغی در گردشش برآورد داد، انا که دیگه بعد جانش بگیم از او حرام ها خلاص، این باقیش حلال، با اینش میتونه دیگر خیر میکند. ببین با اینش میتونه در شکمش میخرد، هر چی که کند دیگه این مبلغ حلاله. شاید بعضی ها گوین آخر این سرچشمش حرام بود کو، ایچ خیل حلال می شود؟ برادرای عزیز و گرامی، این دیگر جای بحث و مناظره ندارد. وقتی که فتوا بر همین قول شید، وقتی راهی خلاصی هم به همین می شود، همین هم خوبه. وقتی همون آدم تصور کنین از بین 50,000 دلار 50,000 دلاری که به دست میاره و یا وقتی صرف میکنه، اینم معلوم است که همون آدم یک ترسی داره. معلوم است که همونم علاقه قیامتش فکر کسته و ایلو میتونست که با هم 50,000 که فایده میاد همونش در بالا همی جمع کنه، لیکن وای کاری کردیسته که از همین حالت برایه. معلوم است که مقصد او چی هست؟ مقصد او خلاص شدن از حرامه. برای همین فتوا بر همین که هست، بگذار برادرایی که این کار کردن اولا توبه کنین به سوی خدا که
دویم باره رجوع به این کار نکنین و همون مقدار مبلغتان بیرون کنین، صرف کنین، آبادی ها را صرف کنین، برای مردم مواد خوراکه بخرین. فقط نیت صدقه نکنین که ای پول حرام صدقه نمی شود، لیکن حاجت یک آدم برآورده می شود و شما هم از بگیم که همون مشکلات حرام، از عذاب حرام خلاص میشید. این سوالی که برادر ما دادن.